شهروندان حیدرآباد زمیرامو و مهرافروز خولمیرزا که یکی 2 سال قبل و دیگری 5 ماه پیش همچون شخصی بدرق غیب زده در جستجو قرار داشتند، از جانب کارمندان میلیشیا جسدهای آنها دریافت گردید. در نتیجه بردن کارهای فوری جستجوی از جانب کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه سینا، 2 نفر جوان همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت آدمکشی بازداشت گردیدند. شرح این جنایت‌ها در گزارش سیراج‌الدین شکوری. از جانب گروه اپراتیوی تفتیشاتی اجساد کارمندان میلیشیای پایتخت و پروکراتورای نوحه سینای شهر دوشنبه اخیراً جنایت پرسر و صدای آشکار گردید که در جریان پیشبرد چاره‌بینی اپراتیوی جستجویی 2 حالت قصداً از حیات محروم ساختن شخصان قبلا به درک غیب زده معین گردیده گمبران جنایت مخصوصاً وزنین دستگیر کرده شدند. در اساس مراجعت پیوندان از ماه ینور سال 2018 این جانب شهروند حیدرآباد زمیرامو فیضعلیونا سال تولدش 1991 ساکن شهر دوشنبه کوچه علیشیر نوایی همچون شخصی به درک گردیده در جستجوی رسمی قرار داشت. جهتی معین نمودن سبب و عامل‌های غیب زدن او مورد کارکردهای اپراتیوی قرار داده شده. پس از گذشت 2 سال اخیراً سبب به درک گردیدن زمیرامو حیدرآباد آشکار کرده شد. نوابسته از گذشت 2 سال کارکرد چاره‌بینی اپراتیوی تفتیشاتی و فعالیت یکجایی کارمندان پروکراتورا و میلیشیای نوحه سینای شهر دوشنبه نتیجه داد. در تپه‌های بالای دهه خرندگان نوحه ورزاب، موضعی که تخمیناً 50-60 متر چقوری دارد، گروه اپراتیوی تفتیشاتی پروکراتورای نوحه سینا و میلیشیا از زیر خاک 2 جسد جنسی زن را پیدا نمودند. تشخیص طبی سودی جسدها آشکار کرد که شخصان فوتیده از مرگ معمولی نه بلکه با راه زورآوری بوغی کردن به هلاکت رسانیده شدند. اکنون پس از دریافت جسدها هر یک کارمند اپراتیوی میلیشیا و پروکراتورا را ضرور بود تا شخصیت جسدها را آشکار و گمانبران صادرکنندگان این جنایت مخصوصاً وزنین را معین و دستگیر سازند و چنین هم شد. در صادر کردن این 2 جنایت آدمکشی شهروندان سفروف دانیار کریموویچ سال تولدش 1992 و راوپوف سعدالله عبداللهویچ سال تولدش 1992 استقامت کنندگان شهر دوشنبه ناحیه اسماعیل سامانی کوچه دهنوکی بالا می باشند. در جریان تفتیشات معین کرده شد که گمبر شونده سفروف دانیار با حیدرآباد زمیرامو مدتی طولانی است شناسایی و رابطه داشته در زمینه نافهمی و رشک پیوسته او را مورد لط و کوب قرار داده با رفیقش راوپوف سعدالله نقشه قصداً از حیات محروم ساختن نام برده را طرحریزی نمودند. از جمله ماه ینور سال 2018 سفروف دانیار و راوپوف سعدالله بعد از مورد لط و کوب قرار دادن زمیرامو حیدرآباد او را در باغچه автомاشین خود جایگیر و با مقصد عملی نمودن نیت ناپاک و جنایتی خود به تپه‌های دهه خرندگان ناحیه ورزا بردند. از تاریکی شب و نبودن هیچ کس در اطراف استفاده کرده گمبران از عاجزی حیدرآباد سوء استفاده برده مورد شکنجه و آزار جنسی قرار داده با یک بیرحمی مخصوص گمبر شدگان سفروف دانیار و راوپوف سعدالله با راه بوغی کردن او را به هلاکت رسانیدند. سپس به خاطر پنهان نمودن ایزی جنایتشان گمبران جسد جبر دیده را در چقوری تقریباً 50 متر زیر خاک پنهان کردند. این غاره که شما در نوار میبینید این غاره عادی نبوده. در نتیجه پیشبرد کارکردهای اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی 2 در ناحیه سینا و پروکراتورای ناحیه مذکور 2 نفر جسد شخصیتشان زن که همچون شخصانی گم شده در کفتوکو قرار داشتند یافته شد. ضمن پیشبرد کارهای تفتیشاتی معین کرده شد که این 2 نفر زن از جانب گمانبر شوندگان به قتل رسانیده شده به خاطر رویپوش نمودن ایزی جنایت خود در اینجا آورده دفن کردند. در نتیجه سنجش معین گردید که دیومین جسد یافته شده نیز شخصیتش زن بوده. شهروند مهرافروز خولمیرزا سال تولدش 2001 استقامت کننده ناحیه اسماعیل سامانی دهه الخطای می باشد که نام برده نیز از ماه اپریل سال جاری همچون شخصی به درک گردیده در جستجوی رسمی قرار داشت. ضمن پیشبرد کارهای تفتیشاتی معین کرده شد که دومین جنایت کشتار را نیز گمبر شده راوپوف سعدالله صادر کرده است. گمبر شده سعدالله راوپوف ماه اپریل سال جاری هنگامی به فعالیت مسافرکشانی مشغول شدن در دهه خرندگان مهرافروز خولمیرزا را همچون مسافر به автомاشین شخصی خود سوار نموده بهره عملی نمودن نیت ناپاک و نوجوانمردانه خود در داخل автомاشین او را مورد لط و کوب قرار داده است. همجا ایستادگی بود وقتی وارد تاکسی گفتم تاکسی کجا میره گفت آفریقا نشون میشه در سایت گفتم موندیم
سخت در اشکام شدم یک بار زدم دو بار زدم کراچی در همه حالت اشکام شد قپیده که همه قپیدیم گفتم یک خطا بارد میخوام اونجا خشم دنگلا که اشکام گفت اونجا دیدم که اینجا مردم آواز میبرویا شش تا ماشین زده کردم های کردم بالا رفتم از حالت بهوشی و عاجزی استفاده برده به مکان قبلا جنایت صادر نمودهشان یعنی تپه‌های دهه خرندگان رفته سعدالله رؤوفов به مهرافروز خالمیرزا پیشنهاد علاقه جنسی را نموده است. بعد از جانب جوان دختر شنیدن جوابی رد گمبر شده رؤوفов سعدالله مهرافروز خالمیرزا را با راه بوغی کردن به هلاکت رسانیده است. گمبر شونده رؤوفов سعدالله با گمان آن که این عمل صادر نمودهش نیز به مثل قبلی از نظرها پنهان میماند جسد مرحوم مهرافروز خالمیرزا را نیز در مکان قبلی پنهان کرده است. حالتی که یکم باره که با سفر دنیار امی زمیرخان رو همه جا وارد بودیم در همه جا 2 سال و 8 ماه تا حال مقصد زمیرماه را نیافته بودم یکم کس این غور ندیدگی بود و همه جا هیچکی نمیدونست همه جا وارد پفتم که ایش هم نمیدونه هیچکی. مورد تاسف آن است که این 2 نفر با صادر نمودن 2 حالت جنایتی کشتار 2 نفر را از حیات محروم ساخته عمر جوانی خود را داغدار و آزادی خود را به محبس عوض نمودند. وابسته به حالت‌های مذکور از جانب پروکراتورای نوحه سینای شهر دوشنبه نسبت گمبر شدگان رؤوفов سعدالله و سفروف دانیار با ماده 104 قسم 2 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز کرده شده برای صادر کردن چنین جنایت مخصوصاً وزنی آدمکشی گمبران را محروم شدن از آزادی به مهلت‌های طولانی در پیش است.